سلام بر دوستان گلم در هر کجا که هستید، خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. دوستان من چون امشب 2 مهمان دارم و من دارم قرمه سبزی آماده میکنم و من اول برخلاف معمول خیلی خوب اول پیاز اضافه میکنم. من اول گوشت رو میذارم، گوشت خوب سرخ بشه، بعد از یه حدودا نیم ساعت دیگه من یه پیاز و دلمه و یه خورده سیر رو اضافه میکنم به گوشت. فعلا در قابلمه رو میبندم، بذارم گوشت یه 10 دقیقه 20 دقیقه سرخ بشه. خب دوستان در این مرحله یه خورده ادویجات اضافه میکنیم بهش، یه خورده فلفل، یه خورده زردچوبه، حالا به طور دلخواه ما اینا رو اضافه میکنیم. یه خورده هم البته خب هر کسی یک ذائقه‌ای داره. من یک خورده فلفل و یک خورده دارچین، یک خورده هم فلفل سیاه اضافه میکنم و خوب به هم میزنم تا این ادویجات قشنگ به خورد گوشت برن و رنگ گوشت رو تغییر بدن. اینو میذاریم تا یه حدوداً 20 دقیقه دیگه. بعد پیاز و فلفل دلمه‌ای و سیر رو اضافه میکنیم. خب دوستان حالا در این مرحله ما پیاز و فلفل و اینا آماده کردم اینجا. پیاز و فلفل دلمه‌ای و سیر رو با هم اضافه میکنم، یعنی جدا جدا چیز نمیکنم، من با هم همه رو اضافه میکنم. چرا با هم اضافه میکنم؟ چون وقتی که با هم اضافه کنی این قشنگ به خورد گوشت میره، با هم خوب قاطی میشن و طعم خورش رو خیلی خیلی خوشمزه میکنن. حالا این شیوهی که من به کار میبرم و خیلی هم خوشمزه میشه. دوستان من به جرئت میتونم بگم توی قرمه سبزی من واقعا تبحر خاصی دارم و هر زنی هم که ادعا میکنه میتونه قرمه سبزی رو از من بهتر و خوشمزه تر درست کنه بیاد وسط. من ادعا دارم میگم قرمه سبزی رو واقعا خوشمزه درست میکنم، اینو جدی میگم، خیلی خوشمزه درست میکنم قرمه سبزی رو، یعنی یک در تخصصم هست. خب بعد از اینکه مواد اضافه کردیم باز این مواد رو به هم میزنیم. نمک رو همیشه میذاریم در آخر، یعنی یک 10 دقیقه 20 دقیقه مونده بود که جا بیفته نمک رو اضافه میکنیم، چون که اگه بخوایم نمک رو از همون اول اضافه بکنیم گوشت سفت میشه و دیرپز میشه و زمانی که 20 دقیقه مونده بود که دیگه داره میخواست آماده بشه و جا بیفته اون موقع نمک رو اضافه میکنیم. الان نمک رو اضافه نمیکنیم. باز مجددا در قابلمه رو میبندیم تا 20 دقیقه دیگه. خب دوستان در این مرحله به اندازه 1 قاشق، نه بیشتر، به اندازه 1 قاشق رب اضافه میکنیم. معمولا رب توی قرمه سبزی استفاده نمی کنم، ولی برای خوش رنگ شدن و خوش طعم شدن حالا من اضافه کردم دیگه. این سلیقه‌ای دیگه، حالا کسی اضافه میکنه کسی اضافه نمیکنه ربو، ولی من اضافه کردم همونطور که گفتم به خاطر اینکه یک کمی طعم غذا رو بهتر میکنه و اینکه خوش رنگتر میکنه غذا رو. من رب اضافه میکنم، همیشه اضافه میکنم رب به اندازه 1 قاشق، زیاد اضافه نمیکنم. خب دوستان بعد از حدود نیم ساعت که گذاشتم گوشت پخته شد، من سبزی رو که آماده کرده بودم، حالا دیگه فیلم نگرفتم که فیلم طولانی بشه، سبزی ها رو آماده کردم. میبینی که با لوبیا قبلا آماده کرده بودم، حالا به مواد اضافه میکنم. به چه
بوی گرفته. به 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 به، جای همه شما خالی دوستان، واقعا جاتون خالی. این وقتی که چون اینجا لیمو خشک گیرم نیومد دوستان، من لیمو خشک گیرم نیومد بگیرم، مجبور شدم از همون لیمو ترشای خودمون استفاده کنم که مثل لیمو خشک نمیشه ولی خب بدم نمیشه. ببینید چی شده دوستان، فقط خودتون ببینید. حالا اگه به جا بیفته اون موقع نشونتون میدم که ببینید چقدر زیبا شده. شما هم الان رنگو ببینید، باتون حرف میزنه واقعا. چه کردم من واقعا، ببینید این قلقلش با آدم حرف میزنه، میگه تو چه کار کردی، تو داری با ما چی کار میکنی، نگاه کن به به چه بویی.